سلام بینندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را در برنامه اخبار آزادی تقدیم شما میکنیم. عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز 13 اوگوست. فراریان داخلی افغان میگویند از ظلم طالبان مجبور شدند که مکان دائمی زیست خود را ترک کنند. امیر اسماعیل خان جنگ سالار از هرات به اسارت افتاد. میبردن در خانه 3-4 دختر از نارین بردن در خود نکاح کرد. رهبر آژانسی رشد بین‌المللی آمریکا در تاجیکستان میگوید واکسینه های آمریکایی ضد نوع دلتا کرونا ویروس هم ثمر بخش میباشند. بحث منزل یک ساکن خوجند در دادگاه به فایده قضای اسرائیلیش به انجام رسید و او از خانه محروم شد. وقتی که سند سودی قبول می‌گردد و قوه قانونی یگان کس حقوق نادرست گفتن ندارد. روز 13 اوگوست طالبان دومین شهر بزرگ افغانستان قندهار را اشغال نمودند. پیش از آن خبر نشر شد که سلاح بدستان این جنبش جنگجوی شهر غربی هرات را اشغال نموده. طبق اطلاع یک منبع از شورای محلی این استان، مجاهد سابقه‌دار اسماعیل خان را به اسارت گرفتند. سخنگوی طالبان گفته است که اسماعیل خان را به منزل زیستش انتقال دادند. در نوارهایی که خبرگزاری‌ها از قندهار دسترس نمودند، طالبانی سوار ماشین‌های زره‌پوش در کوچه‌های قندهار می‌گذرند. شاهدان به رادیو آزادی گفتند که در کوچه‌ها چندین جسد را مشاهده کردند. حامیان حقوق میگویند طالبان هنگام اشغال منطقه سپین بالدک به کشتارهای انتقام جویانه راه داده بودند. وزیر مدافعه بریتانیا بن والیس در صحبت با خبرنگاران گفته است که اگر موقع طالبان تحکیم یافته آنها همکاری با سازمان دهشت افکنی القاعده را راه اندازی کنند، شاید کشورهای غربی مجبور شوند که نیروهای خود را به افغانستان برگردانند. با توسعه مناطق تحت تصرف طالبان، ده‌ها هزار نفر به شهرها و مرکزهای زیر نظارت دولت افغانستان فرار نموده از ظلم سلاح بدستان این جنبش اسلامی قصه می‌کنند. همکارمان خیرامان بقازاده در این باره تفصیلات بیشتر دارد. هزارها افغان‌ها در باغ نوی کابل شب را روز می‌کنند. این نفران بعد اشغال شدن شهر و منطقه‌هایشان از جانب طالبان به اینجا فرار کردند. برخی از آنها درباره رفتار طالبان قصه های دهشتناک نقل می‌کنند. که ما را به زور تفنگ کشید، بچه‌های ما را کشت، دخترای ما را به زور نکاح کرد. میبردن در خانه 3-4 دختر از نارین بردن در خود نکاح کردن. ما مجبور شدیم که خدا کشیدیم. اکثر باشندگان باغ کابل زنان و کودکان میباشند. آنها از عادی‌ترین چیزها محروم هستند. یک مرد که همچنین از طالبان فرار کرده به اینجا آمده است میگوید جنگیان آخرین نان مردم محلی را از خود میکنند. سر خانه میرم میگم 20 نفر هستیم، میگم ما نان پخته کن، 20 نفر هستیم میگم ما چای بیار، 20 نفر هستیم میگم ما شیرینی بیار. یک اولاد غریب خودم کراچوان آدم از کجا که ما دو چای روغن و داوود بعد بالا ببریم. ما از کجا که خودم این دولت ما غریب هستیم. رادیوی آزادی ادعاهای این نفران را سنجیدن نمیتواند. در گذشته طالبان همه گونه اتهامات مانند به این را رد کردند. به حساب‌های تخمینی حکومت افغانستان در پی اشغالگری‌های طالبان 35,000 نفر مکان‌های زیستی خود را ترک کردند. ساکنان در تاجیکستان هم تحولات اخیر در افغانستان را با توجه نظارت می‌کنند. همکارمان شهلا عبدالله و در شهر دوشنبه از ساکنان پرسید که درباره اشغالگری‌های طالبان در افغانستان چی نظر دارند. طالبان بسیار کشورهای افغانستان را بسیار ناحیه‌ها را ضبط کرده گرفتند. میتونند که به تاجیکستان اینچنین درآیند، داخل شوند و ناامنی و ناتنجی را مشکلی سر زند در تاجیکستان اینچنین میتونند. خب این مسئله ما گنرال‌های نقض داریم، همش حاضر منه سومیست روسیه، ازبکستان، تاجیکستان üçeni گذراند هر میدان ده. ما 100% باوری داریم که در کار باشه ما هم وطن خود ما حمایت میکنیم. تا فکر من باید که سر یک مسئله بیایند هم فکر شوند مصالحه کنند وطن خودشون را آباد کردند. طالبان چند ولایت شهر افغانستان را گرفتگی‌اند. توش ضررش به تاجیکستان میرسه نمیرسه این شما نمیدونیم. اگر مثال هست گروهی که دیگر دولت‌های رفتگی اگر یگان وای نکنند
دیگه ضررش به توریستان ممکن است. جنگ یک بار کلام نمیشد، مایده میشد. افغانستان پول گرفتن بعد ثانی توریستان ما یک نظر میکنن، اینش هست. لیکن توریستان برای ما یکشم مملکت خدا ما گیریم، مثلا ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه که ما نه علاقه داریم، نه دوستگی داریم. البته ما 8 دیگه مملکت حمله درآمدن با ایران نمی‌کند. چونکه ما یک نیم ما دوست داریم. با افزایش گرفتاران بیماری کووید 19 در تاجیکستان، مسئله جلب ساکنان به دریافت واکسن و شیوه‌های مبارزه با این بیماری داغ‌تر می‌شود. نمایندگی آژانسی آمریکا اوید به رشد بین‌المللی در دوشنبه از سازمان‌هایی است که در مبارزه با پاندمی کووید 19 دسترسی به واکسن و کمک به بیمارخانه‌ها با مقامات تاجیکستان همکاری دارد. در رابطه با پهلوهای مختلف این موضوع همکارم علیشیر ظریفی از دوشنبه با رندی کولستاد، اجرا کننده رهبری نمایندگی آژانسی ایالات متحده آمریکا اوید به رشد بین‌المللی در تاجیکستان صحبت انجام داد که حالا فشرده آن را پیشکش شما می‌کنیم. رئیس جمهوری آمریکا وعده تقدیم 9 میلیارد وایه واکسن فایزر به کشورهای نادار را کرد. آیا تاجیکستان در این روی خط داخل می شود؟ خیلی شادم که حکومت ایالات متحده آمریکا همچون دانار کلانترین در مبارزه بر ضد کووید 19 خود را معرفی کرده است و در برابر این کوواکس 500 میلیون وایه واکسن پفایزر داده شده است. بله، تاجیکستان نیز در روی خط دولت‌هایی که برای گرفتن این وایه‌ها ترتیب داده شده است داخل شده است، اما واکسن پفایزر تجهیزات مخصوص نگهداری طلب می‌کند. ما این را تجهیزات انبار اولترا خنک می‌نامیم و در این جهت ما با یونیسف و دیگر شریکان کار کرده ایستادیم تا باوری حاصل کنیم که تاجیکستان این تجهیزات را نصب می‌کند و در صورت مهیا نمودن چنین شرایط و باوری حاصل نمودن واردات چنین واکسن‌ها شروع می‌شود. تشکر. یک چیز دیگه می‌خواستم پرسم که گاهی شکایت‌ها می‌شود که مثلا نفرایی هستند که یک نوع واکسن را زدند، گرفتند و در دوره دوم باید که از همان واکسن نگیرند، اما نورسایی پیش آمده است. اگر واکسن مدرن مثلا در نسبت مدرن چنین مشکلی شود به تاجیکستان پیشنهاد می‌کنند؟ نمیدانم، گفتم نمیتوانم که آیا واکسن‌های بیشتر مستقیما از امریکا به تاجیکستان خواهند آمد یا نه. تلاش‌های ما واقعاً به افزایش استحصال واکسن در امریکا و هم در کشورهای دیگری جهان نگرانیده شده‌اند. من میدانم که شماره بیشتری واکسن‌ها در سراسر جهان دسترس خواهند شد و تاجیکستان بی‌شبهه از واکسن‌ها بهره خواهد برد. ما 1.5 میلیون وایه واکسن به تاجیکستان خیریه کردیم و معنای آن را دارد که 750,000 نفر کرده می شوند و مسئولین وزارت تندرستی خیلی عاقلانه رفتار کردند. آنها 750,000 وایه اول را به شهر و ناحیه ها فرستادند و سپس پس از 28 روز بین دو وایه آنها 750,000 وایه دوم را می فرستند. در خود امریکا اخیراً از پنجشنبه نمود نوی دلتا نگرانی ها زیاد شد. میخواستم پرسم که حکومت امریکا با این نمودی کرونا چگونه مبارزه می‌برد؟ از چه شیوه‌ها؟ این نمونه آن است که چطور ما درباره این ویروس که برای ما نسبتاً نو است معلومات بیشتر داشته باشیم. تقریباً 2 هفته پیش CDC مرکز نظارت بیماری‌ها توصیه داد که در همه جای‌هایی که انتقال ویروس زیاد است نقاب پوشند و تا به حال این واکسن‌ها ثمرناکی خود را بر ضد نوع دلتا ویروس نشان می‌دهند. این البته خبری خوش است. بینندگان عزیز، این مصاحبه را به همین زودی ها در شکل کامل در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید و یا ببینید. روز چهارشنبه ده‌ها فعال اقلیت‌های قومی پاکستان در شهر اسلام آباد راهپیمایی نموده مقابل تغییر اجباری دین و آیین دختران که همچون قدم اول در ازدواج آنها به شمار می‌رود صدا بلند کردند. اشتراکچیان طلب کردند که حکومت به قبول اجباری دین اسلام از سوی دختران پیروی دین‌های دیگر خاتمه بخشند.
در گردی همایی‌های 11 اوگوست اساساً پیروان حزب ائتلاف اقلیت‌های پاکستان که در سال 2002 تشکیل شده است حضور داشتند. در پاکستان برای تهوین به دین اسلام یک پسری 8 ساله را اخیراً جزا دادند و بعد از آن به عبادتگاه‌های هندوها حمله صورت گرفت. از میان 238 میلیون اهالی پاکستان 97% پیروی مذهبی سنی و یا شیعه اسلام بوده، باقی مانده پیروان دین هندو و نصرانی می باشند. در شهر خوجند در پی یک بحث 5 ساله دادگاهی یک منزل زیست در بینای بلند آشیانه به صاحب پیشین شهروند اسرائیل بازگردانیده شد. ساکن خوجند در بحث و کشمکش‌های دادگاهی اثبات کرده نتوانسته است که این خانه را قانونا خریداری کرد. مسئولان میگویند زنی که در این خانه میزیست داوطلبانه آن را ترک نکرد و سود اجراچیان مجبور شدند حکم دادگاه را تطبیق کنند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم فرزان محمدی از شهر خوجند. بحثی پرسر و صدای اطراف یک خانه در خوجند به پایان رسید. طرفهای بحث هرچند خویش تبارند، یکی از تاجیکستان و دیگری از اسرائیل است. اخیراً معلوم شد که خانه در ماه ایون برای زندگی یلن گرینبرگ در آن خالی کرده شد. مسئولان خدمات اجرای قرارهای دادگاهی در ولایت سوخ گفتند خانه را به صاحب اصلیش برگردانیده‌اند. اسبابی که وای زنک چند بار مراجعت کرد، ما به وای امکانیت دادیم که رفت دیگه منزل استقامت به اجاره گیر یا به خانه خویش داد، خودت اختیار همین خانه خالی کن. گفتم ما چند مرتبه به وای مهلت دادیم. وقتی که وای اون مهلتی مقرر کردیم ما اجرا نکرد، بعد از طرف اجراچیان خدمات اجرا در شهر خوجند رفته سند سودی پورا به اجرا رسانده شد. مقدس شمس‌الدین و که در این منزل واقع در محله 34 شهر خوجند 25 سال زندگی کرد میگوید تنها برای ثبت نشدن صاحب ملکیش خانه خریده‌اش را از دست داد. معامله به زمان جنگ داخلی تاجیکستان برمیگردد. آن وقت صاحب منزل ترک کشور کرده خانه را در عوض $1000 به خانواده شمس‌الدین و سپرد. ولی دادن حجت‌های خانه را به بعد گذاشته و به اسرائیل رفته دیگر برنگشته است. دوانده گفته که رسپیسک نگرفتگی سونی و آدم گفته که دکومنت کنی پرسیدگی مادرم و آدم گفته که همون گرینبرگ ارکادی گفته که گفتگی گفته که زنم اسرائیل به گرام برفتگی بقتش ما همون اسرائیل بروم باش ما میفرسونم پوچتکتی میفرسونم بعد این آدم رفتن مادرم پول دادن خونه کلیت دست مادرم دادم. مقدس افزود 8 سال انتظار شد ولی سندها نآمدند و او سال 2003 از اداره های شهر برای خانه شناسنامه فنی گرفت. بعد از وفات ارکادی گرینبرگ دخترش یلنا گرینبرگ سال 2016 برای پس گرفتن خانه همچون میراث پدر به دادگاه خوجند مراجعت نمود. وکیلان او در دادگاه اثبات کردند که منزل خرید و فروش نشده است. موافقه سناتوی سودی اعتبار قانونی پیدا کرده شدهش شمس‌الدین مقدس از اول همچون ساکن موقتی به همین حجره بحثی وارد گشته تا این دم نمیخواهد که این خانه را خالی کند. 4 سال آخر مقامات دادگاهی خالی کردن خانه را طلب داشتند. بعد آنکه شوهر شمس‌الدین در نزد دادگاه عالی قصد خودکشی کرد، اجرای امر دادگاه به تأخیر افتاد. ما حجت اجرا وارد گردید و قوه قانونی گرفتگی وقتی که سند سودی قبول می‌گردد و قوه قانونی یگان کس حقوق نادرست گفتن نداره. برای همین ما سند سودی از طرف اجراچیان خدمات اجرا در شهر خوجند اجرا کردن، یعنی که خودش هم مساعدت کرد و از ما به طلبات قانون فهموندیم. بحث و دعواها سر خانه و صاحب ملکی در تاجیکستان میراث جنگ داخلی سال 1992 تا 1997 است. به علت جنگ صدها نفر به کشورهای دیگر کوچیده یا پناهنده شدند و مسکن آنها را دیگران گرفتند. برخی از آنها سالهای بعد توانستند خانه‌های خود را پس گیرند، اما شمار آنها نیز کم نیست که گرفتاری بحث‌های درازی دادگاهی شدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. برنامه اخبار آزادی اینجا با پایان رسید. خداحافظ.